سخنان خود را از سر گرفت. این بومه نشانی‌هایش بدین قرار است: یعنی همان درنده ستمگر و سنگدل. منقارش پیچیده است و او با اینکه خیلی کوتاه است تنش بسیار گنده و کلوف می باشد. همانطور که عاقلان حدس میزنند چنگالهای وی منحنی شکل و قوه گیرندگیش زیاد می باشد و معمولاً روی دیوارها و شاخه‌های درخت لانه درست می کند و بعد از اینکه حیوانی را شکار کرد در لانه‌ای که برای خود درست کرده است خواب طولانی خود را شروع می کند. ای بچه های من، از رذالت این شاهین شرور غافل نباشید، ولکن ظلم و ستمگاری و شرارت و خونریزی زیاد جزای آن دیر یا زود می رسد. وقتی که جغد از خواب بسیار طولانیش بیدار شد بر اثر پرخوری زیاد تمام وجودش به شدت درد می کند. سرش، سینه‌اش، دل و معده‌اش، حتی پاهایش درد می کند و درد دل او آرام نمی گیرد تا هرچه از گوش خون و پوست ما را که خورده بیرون بریزد و تا حالش به جا نیامده و سالم نگشته از لانه بیرون نمی آید. فصل دوم. سخنرانی خزر. وقتی که عمویت نابه این سخنرانی با ارزش را به پایان رساند، دایی دانشمندت آقا خزر از جا برخاست و در جای او قرار گرفت و ابتدا از سخنرانی و اندرزهای سخنران پیش تشکر نمود. سپس با بیانی بسیار جذاب و دلنشین چنین گفت: ای بزرگواران، کشته شدن خواهرزاده عزیزم برای همه ما بسیار دردناک بود و قلب‌های همه ما مملو از اندوه و تأثر است. ولی همینطور که می‌دانیم غم و اندوه به هیچ وجه برای ما سودی ندارد. پس باید از این واقعه عبرت بگیریم و برای دفعه دوم بی جهت خودمان را به خطر نیندازیم و باید فکری کنیم که این دشمن غدار و ستمگر را از بین ببریم. ولی ما به تنهایی قدرت و توانایی مبارزه با او را نداریم. مگر نشیده اید قصه درسان و خودسری های او را؟ پیرزن سنگدل. شنوندگان با فریاد و یک صدا پرسیدند: داستان درسان کدام است؟ خزر پاسخ داد: ای عزیزان من، روی تپه بلند در مزرعه وسیع پیرزنی سنگدل زندگی میکرد و تمام اطراف آن تپه را برای بچه‌های کوچک و بزرگش لانه درست کرده بود و خلاصه تمام آنجاها را از سایر حیوانات